سلام دوستان، امیدوارم خوب و خوش باشید. این روزها خیلی صحبت از حجاب خانم هاست، ولی کسی توجه نمیکنه به خویشتنداری و نگاه آقایون. در اسکندرنامه نظامی داستانی هست وقتی اسکندر به شهر قفچاق میرسه، خانم های اونجا رو بی حجاب میبینه و بدون پوشش مرسوم زمانه، و وقتی سوال میکنه میگه ما به مردانمون یاد دادیم که خویشتندار باشن و چشم هاشون رو مراقبت کنن. حیف اومد که این داستان رو با هم نخونیم و این اشعار زیبای نظامی رو با هم مرور نکنیم. بیابان همه خیل قفچاق دید، در او لعبتان سمن ساق دید. به گرمی چو آتش، به نرمی چو آب، فروزان تر از ماه و از آفتاب. در وصف زیبارویان قفچاقه، همه تنگ چشمان مردم فریب، فرشته ز دیدارشان ناشکیب. نقابی نه بر صفحه رویشان، نه باک از برادر نه از شویشان. سپاهی عزب پیشه و تنگ یاب، چو دیدند رویی چنان بی نقاب. ز تاب جوانی به جوش آمدند، در آن داوری سخت کوش آمدند. سپاه اسکندر همه جوان و عزب وقتی این زیبارویان رو بدون حجاب دیدند، خب براشون دشوار بود خویشتنداری. کس از بیم شه ترک تازی نکرد، بدان لعبتان دست یازی نکرد. ولی همه از اسکندر می ترسیدند و کسی دست از پا خطا نکرد. چو شه دید خوبان آن راه را، نه خوب آمد آن قاعدت شاه را. پری پیکران دید چون سیم ناب، سپاهی همه تشنه ایشان چو آب. ز محتاجی لشکر اندیشه کرد، که زن زن بود بیگمان مرد مرد. یکی روز همت بدان کار داد، بزرگان قفچاق را بار داد. بزرگان شهر رو دعوت کرد تا باشون صحبت کنه. پس از آن که شاهانه بنواخت جان، به تشریف خود سر برافراخت جان. به پیران قفچاق پوشیده گفت، که زن روی پوشیده بهتر نهفت. بهتره که زنها روی خودشونو بپوشونن. زنی کو نماید به بیگانه روی، ندارد شکوه خود و شرم شوی. که اگر زن خود از سنگ و آهن بود، چو زن نام دارد نه هم زن بود. چو آن دشتبانان شوریده را، شنیدند یک یک سخنهای شاه. سر از حکم آن داوری تافتند، که آیین خود را چنان یافتند. به تسلیم گفتند ما بنده ای، به میثاق خسرو شتابنده ای. گفتن شما هر چی بگی ما گوش میکنیم، ولی روی بستن ز میثاق نیست، که این خصلت آیین قفچاق نیست. روی بستن در آیین مردم قفچاق نیست. گر آیین تو روی بربستن است، در آیین ما چشم در بستن است. ما رسممون اینه که چشمامون رو ببندیم. چو در روی بیگانه نادیده به، جنایت نه بر روی بر دیده به. بهتره که چشم ها کنترل بشه. وگر شاه را ناید از ما درشت، چرا بایدش دید در روی و پشت. عروسان ما را بس است این حصار، که با حجله کس ندارند کار. خیلی زنان قفچاق هم با حیا بودند، که با مردان کاری نداشتند. به برقع مکن روی این خلق ریش، تو شو برقع انداز بر چشم خویش. شما پوشش رو بر چشمان خودت بگذار. کسی کو کند دیده را در نقاب، نه در ماه بیند نه در آفتاب. جهاندار اگر زان که فرمان دهد، ز ما هر که خواهد بر او جان دهد. شما پادشاهی، هر کاری بخوای ما انجام میدی. بلی شاه را جمله فرمان بریم، ولیکن ز آیین خود نگذریم. حالا شما بگید، به نظرتون بهتر نیست مردان ما هم کمی خویشتنداری کنن؟